امروز روز دوم عید سعید قربان است و ما در عید سعید قربان یک نوع کبابی را که آماده کردیم تهیه نمودیم که بسیار لذت بخش است و خلیفه امیدالله اینجا آماده کردن و ما نوش جان میکنیم همراه دوستا. البته سلام علیکم خلیفه صاحب، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ زنده باشین. تشکر، ممنون. خلیفه صاحب این پیشروی را سعی کنین، این ترقی را یک روز عید دوم عید است. البته بله. این گوشت چی است که شما حالی کباب جور کرده رایستین؟ بله الحمدلله امروز روز دوم عید است. بله. دین از کلی مردم قربانی کردن. قربانی ما شد گاو بود. این گوشت گاو است. بله گوشت گاو است. دیگر گوشت گوسفند هم کم روش است. بله. البته این کباب از دیروز تصمیم داشتین یا امروز جوی را ساختین؟ چی رقم؟ بله این صبح که اینجا هم دیوالا جمع شدن گفتم یک میله بکنیم دیگه. روز دوم عید است. بیا یک کباب خوری بکنیم. ما درست است.